تکنیک دوم، زحمت بکشید 3 انگشت بالای ناف، 3 انگشت پایین ناف رو با سر 2 انگشت فشار بدید به این صورت. 3 انگشت بالای ناف محکم با سر انگشت شروع میکنید فشار دادن تا جایی که داستان تحملشونه، یعنی دردش رو میتونن تحمل بکنن، فشار میدید. 3 انگشت نگه میدارید، رها میکنید. دوباره 3 انگشت پایین ناف، سر انگشت ها رو قرار میدیم تا جایی که داستان تحملشونه، فشار میدیم. گاهی وقتا خب این پایین سخت بود، این 3 انگشت رو قرار میدیم به این صورت زیر ناف، 3 انگشت زیر ناف و به این صورت به سمت بالا فشار میدیم. محکم نگه میداریم. بعد از اینکه این بالا و پایین رو بعد از حالا چند بار 3 دقیقه این کار رو انجام دادن، از 3 انگشت بالاتر از ناف به 3 انگشت پایینتر ناف اینا رو چیکار میکنیم؟ وصل میکنیم به این صورت. نگاه کنید به این صورت. اینم تکنیک دوم. یکی از تکنیک های دیگه ای که و ترفندهای دیگه ای که در شرایط رزم، در شرایط اربعینی، در شرایط جهادی ممکن اتفاق بیفته. آقا شخصی تو اردو جهادی توی نمیدونم پیاده روی اربعینه، در شرایط اورژانسی که الان طبیب و حکیم در دسترس نیست، به شما مراجعه میکنه، میگه آقا من دیشب که خوابیده بودم خدمتتون عرض بکنم که احساس میکنم کتف درد بسیار شدید گرفتم، حالا به خاطر بد خوابیدن. ببینید وقتی شما تو پیاده روی اربعین هستی، تمام بدن در حرکته، وقتی که یک مرتبه سکون پیدا میکنه، کافیه باد سرد ملایمی از کولر یا از مثلا نسیم مختصر بعد از غروبی چیزی به بدن بخوره، این باعث انقباض شدید میشه، و یک مرتبه صبح طرف بلند میشه، نگاه کنه گردنش تکون نمیخوره، نگاه میکنه کتفش تکون نمیخوره، نگاه میکنه که سینه درد بسیار شدید داره. چه کار کنیم که این اختلالات رو به سرعت بتونیم چیکار کنیم؟ برطرف بکنیم. خب ببینید نکته اولی که انجام میدیم مثلا برای آزادسازی، ببینید 2-3 تا نقطه است روی بدن که با فشار دادن اینها شما میتونید کارهای بسیار مؤثر رو انجام بدید. مثلا بین سینه و ترقوه یه عضله به نام عضله سینه‌ای، مثلا خیلی از کسایی که مراجعه میکنن احساس کوفتگی شدید میکنن، یعنی باد سرده خورده عضلات گرم بوده و دچار انقباض عضلات سینه‌ای شده. همین کافیه که شما مراجعه میکنه اینجا روغن مالی کنید و ماساژ عضلات سینه‌ای، میبینید همین ماساژ عضلات سینه‌ای مخصوصا به این صورت با نوک شست دقیقاً بین سینه و در واقع استخوان ترقوه، اگر 3 دقیقه اینجا رو ماساژ دادیم 3 دقیقه بعد اینجا رو ماساژ بدیم، آزادسازی این ناحیه عضلات سینه‌ای بسیار مؤثره. ناحیه دوم که معمولاً پیاده روی اربعین به خاطر باد خوردن و سرما خوردن های عضلانی خیلی زیاد اتفاق میفته، ناحیه گردن هست و عضلات زوزنقه‌ای و خدمتتون عرض بکنم که ناحیه پارویه کتف و عضلات نگهدارنده ستون فقرات. اینها معمولا دچار گرفتگی شدید میشه، طرف 3 روز راه رفته، بدن گرم شده، سرد شده، گرم شده، سرد شده. اصطلاحاً توی پیاده روی اینجوری طرف میگه از کت و کول افتادم. که از کت و کول افتاده یعنی چی؟ مگه با مثلا با کولش مگه راه رفته، با پاش راه رفته؟ چرا از کت و کول افتاده؟ به خاطر اینکه بدن گرم میشه، این نسیمی که میخوره کاملا دچار انقباض شدید میکنه. این ترفندها رو و تکنیک ها رو که حالا اصطلاحاً بهش مثلا تکنیک دورانی میگن، کشش دورانی میگن، این رو خیلی تمرین بفرمایید. دست رو با روغن چرب میکنید، به این صورت روی پاروی کتف ماساژ میدید. تکرار این نرمش مخصوصا اگر همزمان در 2 طرف اتفاق بیفته خیلی فوق العاده است. بهتره که نوک انگشتای ما از روی شانه به این صورت چی بشه؟ رها بشه، یعنی ما به این صورت شانه رو نگیریم. حالا اونم علت‌هایی داره. ببین کنید به این صورت می‌بینید دست به این صورت. یک نکته دوم، وقتی ما انگشت اشاره‌مون رو فرو می‌کنیم در سوراخ ترقوه، شستمون کجا فرود میاد؟ دقیقاً لب استخوان پاروی کتف، دقیقاً لب استخوان پهن کتف دقیقاً فرود میاد. این ناحیه عضله است، عضله شانه. این 2 تا عضله حتما باید آزاد بشه. اصلا شما هیچ بلد نباشید، فقط دستتون چرب کنید به آرامی این 2 تا عضله رو آزاد بکنید، کلی کار انجام دادید.
نگاه کنید دقیقاً کجا دست قرار میگیره. ببین دو تا انگشت شما، انگشت شست شما و مهره شماره 7 که سرتون میارید پایین، یه استخوان میزنه بیرون، یک مثلث متوازی الاضلاع رو باید تشکیل بده. انگشت‌های اشاره داخل سوراخ‌های ترقوه. شست رو نگاه کنید دقیقاً دو انگشت شست شما با مهره شماره 7 یک مثلث متوازی الاضلاع رو داره تشکیل میده. ماساژ اینجا نگاه کنید، این ماساژ داره چیکار میکنه؟ اصلا بدون اینکه شما بخواد کار خاصی انجام بدید داره تأثیر روی گردن میگذاره، تأثیر روی عضلات سینه‌ای میگذاره، تأثیر روی عضلات نگهدارن ستون فقرات میگذاره، داره استخوان در واقع عضلات ناحیه پاروی کتف رو داره آزاد میکنه. بسیار نقطه اثرگذاری برای ماساژ. پس این ماساژ خیلی ماساژ مؤثری هست. به این صورت هر چقدر ما اینجا رو آزاد بکنیم در انتها دستمون رو قلاب میکنیم، به این صورت محکم 3 دقیقه فشار میدیم. ببینید فشار در این ناحیه، هیچ کار نکنید، فقط برای کسانی که مراجعه میکنن این کار رو انجام بدیم، کلی کار انجام دادیم. خب یک نکته دیگری که این هم حتما تو تکنیکاتون داشته باشید، تکنیک بعدی ما باشه، ببینید دقیقاً دو طرف گردن 4 انگشت رو میذارید این طرف، 60 این طرف.